این ویدیو رو با این عکس شروع می‌کنیم. هیروهیتو امپراتور ژاپن توی سال 1975 رفته دیزنیلند توی لس آنجلس و با میکی موس عکس میگیره. بهتره که 34 سال بریم عقب، وقتی که نیروی دریایی امپراتوری ژاپن به بندر پرل هاربر حمله کرد و جنگ با آمریکایی‌ها شروع شد. یا حتی میشه برگشت به سال 1937 وقتی که ارتش ژاپن مردم بی‌دفاع نانجینگ چین رو سلاخی کرد. جنایتی نبود که ژاپنی‌ها توی این شهر انجام ندن. متحدین هیروهیتو اما سرنوشت متفاوتی داشتن. پارتیزانای ایتالیایی موسولینی رو دستگیر و تیربارون کردن و جسدش رو توی یک پمپ بنزین آویزون کردن و آدولف هیتلر که با شلیک گلوله به زندگی خودش پایان داد که سرنوشتش مثل موسولینی نشه. اما هیروهیتو 30 سال بعد از جنگ خیلی شیک و مجلسی میره لس آنجلس و با میکی موس عکس میگیره. چرا؟ علتش رو توی این ویدیو بهتون میگیم. یک هفته بعد از تسلیم شدن ژاپن، ژنرال مکارتور فرمانده مشهور آمریکایی دستور داد که یک دادگاه واسه رسیدگی به جنایات جنگی ژاپنی‌ها برگزار بشه. قاضی‌ها و دادستانا از 11 کشور انتخاب شدن و دادگاهی و علیه مسئولین بالارده نظامی و حکومتی ژاپنیا تشکیل دادن. این دادگاه 29 نفر رو به عنوان متهم شناسایی کرد. این دادگاه حکم داد که 7 نفر اعدام بشن، 16 نفر به حبس ابد و 6 نفر دیگه هم به حبس محکوم شدن. این افراد ژنرال‌ها و مسئولین بالارده ژاپنی بودن، اما هیروهیتو کلاً توی این دادگاه حضور نداشت. چند تا دلیل وجود داره که هیروهیتو اصلاً دستگیر و دادگاهی نشد. مهمترین دلیلش اینه که هیروهیتو ژاپن رو تسلیم کرد. مردم و مسئولین ژاپنی اصلاً تسلیم نمی‌شدن. بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی هم اکثر فرمانده‌های ژاپنی میگفتن که حاضرن بمیرن اما تسلیم نشن. اما وقتی امپراتور ژاپن دستور تسلیم شدن رو داد، هیچ کس نمیتونست با این تسلیم مخالفت کنه. امپراتور ژاپن احترام و محبوبیت خاصی بین مردم داشت. تو این ویدیویی که قبلا ساختیم توضیح دادیم که آمریکا اگه از بمب اتم استفاده نمی‌کرد، تعداد تلفات جنگی خیلی بالا میرفت. اگه امپراتور دستور تسلیم شدن رو نمیداد، بمب‌های سوم و چهارم و پنجم آمریکا هم آماده پرتاب بودن. از طرفی آمریکا داشت به امپراتور جهان تبدیل میشد. اگه هیروهیتویی که تسلیم شده رو اعدام میکردن، قطعاً اگه اتفاق مشابهی توی آینده میافتاد، هیچ رهبر دیگه‌ای جلوی آمریکا تسلیم نمیشد. دلیل دومم محبوبیت بالای هیروهیتو بین ژاپنیا بود. پیشنهاد دادگاهی نشدن هیروهیتو رو خود داگلاس مکارتور به هری ترومن داد. اون عقیده داشت که هیچ کدوم از نظامیان ژاپنی از هیروهیتو نافرمانی نمی‌کنن. آمریکا با انداختن 2 بمب اتمی ژاپن رو وادار به تسلیم کرد و اگه هیروهیتو اعدام می‌شد، مجدداً ژنرال‌های ژاپنی جنگ رو شروع می‌کردن. البته اگه فرض کنیم که آمریکا با خلع سلاح ژاپن این احتمال از بین می‌برد، باز هم حفظ ژاپن واسه آمریکایی‌ها مشکل میشد. ژاپن بدون امپراتورش دچار هرج و مرج میشد. ژاپنیا که از قبل کینه آمریکایی‌ها رو داشتن، الان به دشمن درجه‌ای که آمریکایی‌ها تبدیل میشدن. اینطوری آمریکا نمیتونست ژاپن رو حفظ کنه. از طرفی احتمالش هم زیاد بود که ژاپن به طور کامل به سمت شوروی متمایل بشه. در هر صورت اگه آمریکا هیروهیتو رو اعدام میکرد، عملاً جنگ‌هاش توی اقیانوس آرام رو بی‌نتیجه می‌کرد.